سلام، امیدوارم که کلی خوب باشین. من مجدم و اینجا کانال یوتیوب منه. بعد مدت ها اومدم و میخوام براتون فیلم بذارم. متاسفانه کشت بهاره رو خیلی نتونستم ازش فیلم بگیرم به خاطر گرمای زیاد، مشغله زیاد کاری خودم. اما دیگه اومدم که پاییز رو در کنار هم دیگه باشیم. تازه داریم استارت کشت پاییز رو میزنیم، یعنی داریم نشاها رو آماده میکنیم. هنوز به شخم زدن و کاشتن تو زمین اصلی نرسیده چون هوا خیلی گرمه و برخلاف سال قبل که ما همیشه این تایم بارندگی داشتیم، شهریور ما بارندگی خیلی خوبی نداشتیم. خب عرض به خدمتون که میخوام بگم امروز چند شهریوره. فکر میکنم که امروز 14 شهریوره و تا الان کارهایی که من خودم انجام دادم اینه که کلمه رو نشا کردم. سوال زیادی که توی پیجم از من پرسیده میشه اینه که ما برای پاییز چیا میتونیم بکاریم. من اومدم که دیگه توی این پست توضیح کامل بدم راجبش. توی اینستام حالا گذاشتم. یکی از چیزایی که من هر سال برای پاییز میکارم انواع کاهوه. کاهوها یکی از خوشمزه ترین محصولاتیه که شما میتونید برای پاییز داشته باشین. حالا بخوام از ارقامش بگم، من فکر میکنم نزدیک 20 رقم کاهو دارم میکارم، ولی خب بعضیش خیلی بودن. 20 رقم کاهو کاشتیم، البته نکاشتم هنوز، همه رو دارم مرحله به مرحله میکارم. یه بخشش رو توی سینی نشا کاشتم، یه بخشش هم رو زمین، اما متاسفانه هوا خیلی گرم. صبحتون بخیر. عصرتون بخیر. عصرتون بخیر. درود دوستان. این دفعه که رفته بودیم اومدیم کیسان، حالا رسیدیم به شما سلام علیکم میکنیم. خب میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم کاهو و حبیب اینا رو بکاریم. خب دیگه این وسایل این حبیجا رو بکنیم، این گوجه رو بکنیم، گوجه ها رو خراب کنیم و دیگه سراغ کاهو شد. کاهو و حبیب رو میکنیم، بعد شربتشون بکن، شربت درست کن، به همه بدیم. خدا خوشت بیاد. خدا بس عزیزای من میرم. برو به سلام. مرسی. خب اینم از زنگ تفریح ما. عرض به خدمتتون که شما میتونید همه مدل کاهوها رو بکارید. خب کاهوی فر سبز و بنفش، لیتل جم سبز و بنفش، نمیدونم آیسبرگ، کاهوی رسمی، خیلی کاهوهای زیادیه، ولی خب نمیدونم حالا کدوماشون سبز میشن یا نمیشن. یا دیگه که من نشا کردم ازش کلمه رومانسکو هست. این کلمه یکی از زیباترین و خوشمزه ترین کلمه‌ای هستش که میتونین داشته باشین ازش. معمولا تا 90 روز، 75 تا 90 روز طول میکشه اما بار میده. حالا ما که گیلان هستیم ممکنه که این شرایط یکم طولانی تر هم بشه. گیاه بعدی هم کلم بروکلیه. کلم بروکلی هم دیگه خودتون میدونی یکی از پرخاصیت تریناست و کاشتش واقعا هیجان انگیز. خب گیاه دیگه که میتونیم بکاریم انواع تربچه هست. یکیشون ترب هندونه‌ایه که من میکارم چون یکی از زیباترین و پرخاصیت ترین ترباست به خاطر آنتی اکسیدان بالاش. من ترجیح میدم که از این بکارم، هم خیلی خوشگله هم خوش رنگه. یا بعدی ریحانه. ریحان فقط باید زودتر کش بشه، یعنی باید الان دیگه آخر تایمیه که ما میتونیم بکاریم، به این خاطر که سرما خیلی خیلی بهش آسیب میزنه و معمولا بهتره که ریحان رو توی بهار کشت بکنیم. ولی خب حالا اگه مرداد تا الان میکاشتیم میتونستیم ازش یکی دوتا چین، حالا بستگی به شرایط آب و هوای پاییز، داشته باشیم. دیگه چی؟ شما میتونین شلغم بکارین، انواع کیل بکارین. کلم بروکسل من این بذر رو دارم اما هیچ وقت نتونستم اینجوری ازش بروکسل بگیرم، همیشه در حد کوچولو کوچولو بوده. ولی خب حالا دوباره امسالم ازش کاشتم، نمیدونم سبز شده یا نه، زیاد ازش نکاشتم ولی
خیلی دوست دارم تجربهش کنم، موفق بشم تو کشتش، اما تا الان نتونستم. فکر میکنم باید زودتر از گیاهای عادی کشت بکنیمش. به همین خاطر خب هویج چیز دیگری که الان میتونیم در مقیاس زیاد بکاریم هویج هست. هویج من امسال رنگ نارنجی، زرد، بنفش و قرمز خواهم کاشت با امید خدا. راستی شما تمامی سبزیجات مثل جعفری، پیازچه، تره، نخود فرنگی، رازیانه، هل یا همون گیشنیز، شاهی، اسفناج و جعفری رو میتونین بکارین. ولی اگه بخواین الان بکارین باید آبیاری بکنین، اما اگر نه که باید صبر بکنین یه بارون چیزی نزدیک بارون اومدن باشه مثل ما و بتونین بکارین ازش. تربچه هم میتونین بکارین و کیل هم میشه. دیگه چی؟ فکر میکنم که تمامی سبزیجات رو بهتون گفتم. من خودم کاهو رو کاشتم یه مقداری، یه پارت کلم‌ها رو کاشتم هرچی که قرار بود بکارم. اول از همه از کلم‌ها شروع کردم، بعد کاهو، ریحانم کاشتم و اما رازیانم کاشتم. همین. میتونیم تو بقیه مراحل بریم با هم دیگه گوجه هایی که رو زمین مونده رو بچینیم. خب با گوجه های مشکی شروع میکنیم. اینجا یه خوشه آماده برداشته، بریم ببینیم چقدر دیگه میشه ازش چید. ایناش اینجا هم چند تا دونه فلفل برامون باقی مونده. اینا مشکی هن، چقدر خوشگلن. فلفل مشکی. اینا هم قرمزن، اینا خیلی تندن. خب تروبایی که خودشون بعضیشون ریخت و در اومدن. اینجا هم هویج کاشتیم که فعلا خبری نیست. اونجا هم تروب کاشتیم. خب من اومدم این یه دونه مزرعه. اینم از مارچوبه ها که بارون اخیری که اومد یه ذره این بیچاره ها رو تکون داد. خیلی خوشمزن اینا. اینم از آقای هندوانه که روی فنس سندونه زده. مزرعه قشنگ ما که نیاز به رسیدگی اساسی داره. خب اینجا کمی هم لوبیا رشته‌ای داریم.